نشر تصاویر تازه سیتا قاسمی در صفحات مجازی و آیا با واقعیت سیتا قاسمی با مرد کردی نامزد شده است؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده درباره زندگی سیتا قاسمی و سفر وی به دبی و نشر اولین فیلم ایندی سیتا قاسمی. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام سلامتی نثار تک تک از شما دوزاران نهایت ترجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوزارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. سیتا قاسمی، هنرمند افغان، چهره شناخته شده، مطرح و محبوب، هنرمندی که با صدای گیراش توانست در مدت خیلی کوتاهی در میان مردم افغانستان جایگاه هنری خاص پیدا کند. سیتا قاسمی عاشقانه هنر موسیقیش را بعد از آن که از همسر اولش جدا شد و پیش برد. آهنگ‌های بیشماری سرود، بالخصوص آهنگ‌هایش با شفیق مرید، در میان مردم افغانستان شهرت خوب کسب کرد. سیتا قاسمی تازه تصاویرش در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی با یک پسر کردی نامزد شده است. تاکنون جزئیات بیشتری این ماجرا در دست نیست که این خبر تا چه حقیقت داشته است، ولی سیتا قاسمی هنر موسیقیش را ادامه داده است. وی در تازه ترین اقدام در بزرگترین فیلم ایندی آهنگ سروده است که آهنگش بازدید میلیونی را از آن خود کرده است. سیتا قاسمی از همسر اولش دارای 2 فرزند است. من آرزوی خوشبختی، موفقیت و سعادت برای سیتا قاسمی با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله تمنا دارم. عزیزان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان سیتا قاسمی به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر، بدرود.